قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، با موضوع خشوع بودیم و شاید آخرین جلسهش باشه و از موضوع هم شاید رمضان و هم بحث خشوع اشاراتی شد در جلسه گذشته به هم بحث این موضوع، یعنی فروتنی در درگاه پروردگار با انواعش. اشاره شد به قضیه نماز و اینکه یک سری کارها میتونه وسیله باشه که خشوع انسان رو اضافه بکنه و همون صورت عواملی هم هست که میتونه خشوع رو ناقص بکنه یا کمش بکنه. اشاره شد به گوشه از بحث هایی که میتونه خشوع انسان مؤمن رو زیاد بکنه. البته بازم این نکات زیاد بود. بعضی از علما حتی بحث مسئله امشب سجده تلاوت داشتیم، به این نکته اشاره میکنن. اشاره به اذکار بعد از نماز میگه تأثیر خاصی بازم رو خشوع عموم انسان در نماز به جای خودش در خاشع بودن انسان بازم تأثیری بگذاره. البته این فهم خاطئ که بعد تصور میکنن حالا انسان خاشع شد و همیشه سرش پایین باشه و کار به کسی نداشته باشه. فکر کنم تو لابلای صحبت ها از عمر نقل کردیم رضی الله عنه، یا اینکه شرطش باشه که حتما حالا فرد اشک از چشش بیرون بیاد. این نکته رو اصلاح میکنه. ببینیم از آثار خشوع که اصلش که عمل قلبی یا نه. اشاره شد که اصل مسئله خشوع عمل قلبی هست، جز اعمال قلوب ما میشمارش. اگر درون اصلاح شد، حالا ممکنه آثار بعداً روی چشم انسان که اشک ها باشه یا عمل کرد انسان یا نگاه انسان تأثیر خودش داشته باشه، ولی از تو دل چه بسا انسانی اشک چشش بیرون نیاد ولی خاشعانه به درگاه خودش ایستاده داره دعا میکنه. خب اشاره شد که یک سری عمل ها میتونست مفید باشه برای اینکه خشوع انسان بالا بره. اشاره کردیم برای اینکه جو مناسبی مهیا بکنیم. از لحظه‌ای که وضو میگیریم با عنوانی که داریم در درگاه خدا میسیم، میگن زین العابدین که از اسم مشخص علی ابن حسین، زین العابدین مزین کننده عبادت دیگه. یه وقت وضو میگرفت حتی میشه چهرهش که تغییر بکنه. میگفتن چیکار میگه؟ چرا اینجوری هست؟ مگر نمیدونین من میخوام جلو کی بیستم؟ میگم خوشو مهیا داره میکنه یا نه؟ وضو میگیره میگه مگر نمیدونم من جلو کی میخوام بیستم؟ علت یه ذره صورت من رو تغییر میکنه، یک نوع احساس ترس در وجودم میبینین، چون جلو خدا میخوام بیستم، ما میخوام با خدا حرف بزنم. پس یک نوع مهیا کردن خود که انسان خوشو مهیا بکنه. بحث اماکن جایی که میخوام نماز بخونیم، خود تکبیر گفتیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتیم، تنوع در اذکار و ادعیه که تو نماز میخونیم، آیات رو متعدد بخونیم، از سورهای کوتاه همیشه استفاده نکنیم، بلکه این مقدار سورهایی که بلندتر هستن بخونیم. تو کیفیت رکوع سجدمون اون دعاهایی که سجده میکنیم پیشانی به خاکش جلو خدا، اون لحظات همین ها تأثیرات خاص خودش رو داره. گفتم ما فقط به گوشه اونها اشاره کردیم که شاید به لطف پرورد بتونه ما رو به خشوع نمازمون نزدیکتر بکنه. خب یه خلاصه هم یک سری نکاتی که میتونه خشوع رو یا از بین ببره بین کل یا ممکنه که کمش بکنه، درجهش واقعا پایین بیاره. این عوامل و اسباب رو هم بشناسیم تا از اونها دوری کرده یا اون اسباب رو دور بکنیم تا خشوع نماز خودمون و دیگران حتی خدشه‌دار نشود. از عواملی که معمولا علما ذکر میکنن، هم تو موضوع اونجا هم گفتیم مهیا کردن مکان اینجا بود، خود مکان اینجا تأثیر منفی داشته باشه اگر مکان مناسب نباشه. در شرع ما جای خاص برای نماز خوندن تعیین نشده. شما هر کجا، بانو زمین پاکه به در دیدگاه، برای یهود و نصارا حتما باید
به کلیسا مثلا مراجعه بکنه، به معبدگاه مراجعه بکنه، نماز بخونه. ولی ما جعلیت ارض طهورا، هر جا باشه مسجدا برای من خاک به عنوان تیمم و هر جا هم که باشه میشه نماز بخونه. تا زمانی که ثابت نیست اون مکان نجسه، اصل بر طهوریت و پاکی است، نماز بخونه. ولی خب مهیا کردن مکان، این که جو مناسب باشه که میخوام نماز بخونیم، میتونه تأثیر خوبی روی قضیه خشوع نماز انسان داشته باشه. بین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با این خونه شد خیلی ساده بوده. بیوت امهات المؤمنین که چسبیده مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی ساده بود، خیلی ساده تا ما تصورش بکنیم، خیلی هم کوچیک. خوندید تو روایت ها که وقتی به نماز شب میستاد رسول الله صلی الله علیه و سلم، میشد در موقع سجده رفتن چون جا تنگ بود پای عایشه رو کنار بزنه که بدون سجده بکنه. این داله بر کوچیکی اونجاست. حالا ببین با این وضع، با اون کوچیکیش، ولی یه موقع مثلا نکاتی رخ میده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احساس میکنه که جو مناسب نیست برای عبادت، باید یک تحول ایجاد کرد. ببین عایشه رضی الله عنها میاد توی خونش یه تیکه پارچه‌ای هست، فقط رنگدار است، رنگ متفاوتی دارن، اومده اون رو که نقشی توش بود آویزون کرده به عنوان یه پرده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که دید این رو آویزون کرده، در یک مورد به ام المؤمنین، اونطور حدیث در صحیح بخاری از حدیث انس که کان قرام لعائشه رضی الله عنه سترت بها جانب بیتها، یک قسمت از اتاق رو پوشیده بود وسیله اون. فقال لها امیطی عنی، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عایشه میگه که امیطی عنی، یعنی برطرفش کن، ازیلی، کنارش بدم. فانه لا تزال تصاویره تعرض لی فی صلاتی، این اون چیزی که یک نقش هایی در اون وجود داره در طول نماز دوچره چشم میومد، حواسمو پرت میکرد، این رو کنار بزن، اینو ازش بردار که سبب حواس پرتی من شده. حالا شما تصور بکنین از رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون خشوع اعلایی که داشته، اونطور که ایشون به درگاه خدا میسته، میتونه ماحول تأثیر بگذاره در قلب مبارک ایشون. حالا موقف ما چیست؟ قلب ما که هر دقیقه یه جایی میره، هر دقیقه یه جایی میره و یک جایی داره دور میزنه، به نظر شما میتونیم وقتی مکان را آماده نکردیم نقش و نگارهای متعدد دیگه قلب برای انسان بگذاره که تو نماز باشه اصلا؟ اینه که توصیه خاصی هست در این مورد که حتما این نکته مد نظرمون باشه، جایی بی سر و صدا، بی نقش و نگار، جایی که غوغا نباشه، سه چهار تا پر حرفی میکنن، حرف بلند بلند میزنن، بخوام نماز اونجا بخون طبیعت حواسمون پرت میشه. حتی عزیزانی که یک موقع میاد اوران رو بلند میخونه، قرآن، حتی قرآن رو میگیم قرآن بلند میخونه، نه تو احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بخوام تو نماز دیگران خدشه دار بکنیم، نماز دیگران است، یه سنتی به جا نمیاری، از اون طرف نماز دیگران خدشه دار بکنی. همه اینا نکات است. حالا دیگه به اضافه اینها اگه بحث تصویری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن عایشه مطرح میکنه، نمیدونم با چه زبونی بین قضایی که تو مساجد ما وجود داره مطرحش بکنیم. واقعا از نکات دیگر که بازم علما اشاره میکنن و شاید جای تذکر داشته باشه، خود لباس هایی که یک موقع زرق و برقش زیاد است، شاید قسمت به خواهران بر بگرده و در قسمت بران تا حدود اون جوانان از این موقع ما نمیگیم مانع پوشیدن لباس نیستیم، ولی لباس هایی که یک موقع واقعا اونقدر شکل و قیافش ناجور است که پشت سر کلا مشغول میکنه. حالا بمونه که کلمات غیر شرعی توش نباشه. این موقع به گندگی نوشته من مسیحی هستم، خوشم نمیاد چی نوشته، به انگلیسی من مسیحی هستم، خودت نماز میخونی که چرا پشت مسیحی نوشته؟ یا تبلیغات شرکت ها، یه تبلیغات بزرگ پشت سر فرد کوبیده شده، نقش بسته، حالا جلوی داره نماز هم میخونه، یه بار کلمه انگلیسی رو بلد نیست، این نونه، این اچ خونده میشه یا هاش خونده میشه، چجوری بخونم؟ حالا مشغول، حالا مثلا چجوری بخونی کلمه رو تا نماز تموم شد، تو سر کله جمله رو به هم بیاری که دنبال معنیش بعدمات بر بگه معنی چی بود. خب تو اینو پوشی دقت بکن، خاصتا پشت سر، میگم پشت سر واقعا مشغول میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بازم روایت دیگری داریم در این مورد، بازم در صحیح بخاری، این احادیث جالبه که همش در صحیح بخاری هست. بازم در مورد میخونیم که عایشه میگه رضی الله عنها که قام النبی صلی الله علیه و سلم یصلی فی خمیسه ذات اعلام، که عمر توی پیراهنی نماز خوند که اعلام داشت. اعلام توضیحش میدن که خط داشت، خط و خطوط فقط داشت، توی خط و خطوط بود. اون خط و خطوطی که توش بود
نماز توش میخونه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فنظر الى علمها فلما قضى صلاته به اون خطها نگاه کرد. نماز که تمام شد گفت که اذهبوا بهذا الخمیصه الى ابی جهل، چی که هدیه پیامبر داده بود گفتن بهش بر بگردین، لباس دیگه بیارین که اینو من مشغول کرده. 4 تا خطای بالا و پایین مربع. پس این نوشته های متعدد با رنگ های متعدد که واقعا میتونه فرد پشت سری رو مشغول یا حتی خود انسان رو مشغول بکنه، جایی که واقعا دقت بهش بکنیم. فرمود که شغلتنی اعلام هذا، این خط و خطوش واقعا من مشغول کرد. اینی که خود پیران هم دقت بشه. بحث غذا، این که از غذا آماده باشه، میگن اینقدر خشوع مهمه که اگر غذا آماده بود که شما گرسنه‌تون هست بگه اول غذا بخوردی، لا صلاه به حضرت الطعام. فکر این همه حفظن، این یکی همه حفظن ماشاءالله دیگه، درسته؟ چون بحث خوردنی هستی، مثلا 6 تا حق و حقوقی میگم، حق مسلمان اگه هیچ چیزی عمل نکنه به اون که مثلا دعوت هست، اون حتما عمل بهش میکنه دیگه. و اذا دعاك فاجب، اگه تو دعوت حتما اجابت بکن، اونش میره. ولی حقوق بقیه اینم همین مورد. تا مثلا غذا شد میگه لا صلاه به حضرت الطعام، فوری میگه فلان غذا آماده است دیگه، نماز ولش کن. بله قبول داریم این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. تو مسئله غذا اگر شام آماده است، افطاری جلوی انسان گذاشته و انسان واقعا احساس گرسنگی میکنه، این رو کاملش بکنه بخوره بعد بیاد، بعد به نمازش بره. اگر شده حتی به نماز به تأخیر برسه، حتی بد نفهمیم که پس تموم شد دیگه، حالا ما بشینیم نیم ساعت شام کامل بخوریم همیشه بیام مسجد، به امام مسجد نماز مغرب عشا جمع بکن. نه این منظور نیست. منظور توصیه بر این که اگر مشغولیت میاره، نه اینکه غذا تو آشپزخونه گذاشته، حالا طرف یه افطاری ساده کرده به خانمش برو سفره رو بیار، دیشب حدیث خوندن. نه این معناش نداره. غذایی که در صورتی که اشتها آور باشه، که اشتهای فرد رو مشغول کرده، ذهنش رو مشغول کرده سر نماز که نمیفهمه چی میخونه. نه غذایی که تو آشپزخونه گذاشته شده هیچ مشغولیت ذهنی نداره، اون بهش ربطی نداره. ولی مهم این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا حدیث دیگر اومده که اذا قرب العشاء و حضرت الصلاه فابدؤوا قبل ان تصلوا المغرب. اگر شامتون گذاشته شده اول شروع بکنیم قبل نماز مغرب بخونیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه اینجور بوده، اول افطاری میکرد بعد نماز مغرب میخوند. حالا میگم افطاری رسول الله صلی الله علیه و سلم که تمام خیلی ساده بوده به نسبت اون چیزی که ما میخوریم، ولی المهم توصیه خاص بر این قضیه. به همون نسبت اگر قضیه غذا ما رو مشغول ممکنه بکنه که خشوع ما رو پایین بیاره، بحث قضای حاجت از نکات دیگری هست که باز بهش اشاره میکنم. در بحث قضای حاجت هم اگر انسان قضای حاجت داره حتما دیگه تا دیر نشه، من احادیث رو نمیخونم، احادیث مشهور توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که انسان حتما برای قضای حاجت بونه، اگرچه نماز جماعت هم بمونه، اگرچه از نماز جماعت هم بمونه ها، برای قضای حاجت. شاید طرف بگه خب فقط مثلا بحث خود قضای حاجت، نه، حتی علما میگن اگر حتی شکم نفخ کرده که احساس هوای تو شکمش، اگر اینطور هست بگذار بازم به تأخیر برسه، مهم اینه که سر نماز هواش کاملا جمع باشه، بفهم با خودش داره حرف میزنه، هیچ چیزی رو مشغول خودش نکرده باشه. همونطور اشاره میکنه به قضیه خواب. اگر خواب شدیدی داریم، خواب ما رو فرا گرفته، حالا اگر وقت نماز بیرون نمیره، فردی استراحتی بکنه، وقتی بلند میشه که نماز سر حال بخونه، بفهم با خودش چی داره میگه. در حدیثی میخونه نکنه که مثلا جملاتی که خودش فوش بده، در حالی که نماز میخونه فوش بده. پس سر حال و بشاش به موقع نماز خوندن، حتی که نماز فرض که احتمال فوت هست، خب آب به صورت خودش بزنه سر حال بیاد. شاید این موضوع بیشتر به بحث نمازهای بالاخص تهجد مثلا بر بگرده که اگر خواب آلود است، طرف میاد خودش به زور نگه میداره، نمیفهم چی میخونه، شاید 10 دقیقه ایستاده بچه‌ش باز میگه من چی خوندم یا چند رکعت خوندم. توصیه اینجاست که برای کم استراحت بکنه تا خشوعش بر بگرده و بعد بتونه نماز رو خیلی دقیق‌تر اونطوری که حق نماز هست به جا بیاره. نکته دیگر بحث خود التفات یا چرخوندن خود سر نماز، این که چهره رو به اونور اینور نگاه نکنیم، نه با چشم و نه با سر. البته این ممکن اگر زیادم چرخیده بشه باعث ابطال نماز هم بشه که کلا سینه بر بگرده، سبب ابطال نماز هم ممکنه بشه. ولی به طور عادی که انسان چشم به اینور اونور بکنه، نوع التفات هست با چشم، حالا اگر با بدن نشده با چشم، اثر منفی رو نماز انسان میگیره. این نشان اینه که این انسان حواسش جمع نیست. اگه حواسش جمع بود به نماز، به قرائت، چطور هر دقیقه یه جای دیگه نگاه میکنه؟ بعضا مثال میزنن، میگن که شما تصور بکنیم اگر نزد حاکمی شخصیت ایستاده باشیم باشه حرف میزنیم، ولی هر دقیقه کلت یه جاییه، داری با اون حرف میزنی ها این طوره فلان، ولی هر دقیقه یه جای نگاه میکنی. میگه به نظر شما این فرد چه برخوردی با این آدم میکنه؟
حالا که شوتش نداره بیرونش نکنه، حتی با خشم بهش نگاه میکنه. برو بابا، با خدا حرف میزنیم اینجا، دقت بش، با رب العالمین است، با پروردگاره. به این در حدیث میخونیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت که میفرمود که لا یزال الله عز وجل مقبلا علی العبد و هو فی صلاتی ما لم یلتفت. خدا هم رو به رو چهره اونطوری که لایق ذات خداست به انسان میکنه تا زمانی که انسان رو به خدا کرده، ولی زمانی که انسان رو چرخون نتیجهش مشخصه. فاذا التفت انصرف عنه، خودم رو برمیگردونه، خودم رو بر خواهد گردون. تازه تو نماز ما سوره حم میخونیم، برای هر جمله خدا جوابمون میده. این بی‌دقتی است. اگه دقت بکنیم، در سعی بکنیم هر روز 1 دقیقه 2 دقیقه به این قسمت نمازمون اضافه بکنیم که حس حواسمون جمع تر بشه. خب ما هم که میخونیم میگه الحمدلله رب العالمین حمدنی عبدی، خدا جوابت میده، به تک تک جملات خدا جواب میده. این گستاخی نیست، بیادبی نیست که با خدا حرف بزنیم. خدا هم داره جوابت میده، ولی تو هی چهرت اینور اونور باشه. که احادیث در این مورد بازم خیلی زیاده، فکر کنم به همین مقدار اکتفا بشه به همین حدیث. و الا جزء دزدی هایی است که شیطان سعی میکنه، اختلاس یختلس الشیطان، این دزدی است که شیطان سعی با این نگاه های اونوری ور انداختن انسان بیاد حواسان سرد پرت بکنه تا بتونه خشوع رو پایین واقعا بیاره. البته این شاید عزیزی بگه یا دوستانی بگن خب با این اوصاف پس اصلا هیچ حرکت نباید باشه. نه، ما حرکاتی هم داریم یا چرخش هایی داریم، حرکاتی داریم که منافات با نماز نداره. اون موارد اشتباه با اینجا نشه که طرف بس هیچ خشوع رفت. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تو قضیه صحیح حدیث صحیح مسلم، وقت امامه بنت زینب بنت ابی العاص، دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم، دختر بزرگ پیامبر زینبه، دختر بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم زینب است، شوهر ابی العاص بن ربیع، دخترش به اسم امامه. میشد که امامه تو مسجد، خب عرب ها خودتون میدونید خیلی حساس با قضیه دختر بودن، خیلی حساس بودن، کسی میاد دختر رو زنده به گور میکنه. ولی وقتی این امامه میاد تو مسجد، رسول الله صلی الله علیه و سلم این دختر بچه کوچک رو پیش نماز است تو دستش نگه می داشت و میشد خب حالا بخواد رکوع بره، رسول الله صلی الله علیه و سلم بخواد رکوع بره اینو به زمین میگذاشت، سجده و رکوع رو میکرد، دوباره وقتی بالا نگهش میداشت، یعنی مواظبت که این حواس پرتی ایجاد نکنه دیگه، بره اونور اینور. پس این منافات نداره یک موقع مورد پیش بیاد، حالا مادری مثلا بچه داره فضولی یه دقیقه نگهش بداره، میخواد بغل فلاکس چای بره دستش نگه داره نره، این منافات با معنا داره. رفتن بغل فلاکس چای ریختن اون حواس پرتی بیشتر یا این چه موقعیتم که پس این که با خشوع منافات داره. یک سری مسائل ربط داره که میتونه این خشوع رو کلا از بین ببره. پس یک قسمت جلوتر میره که به نماز ربط داره تا منافاتی نداشته باشه. کشتن عقرب، مار، شما ماری دیدین، عقربی دیدین، یکی دمپای چیزی برداریم بریم بکشیمش. این خب احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد وجود داره، هیچ منافاتی میگم این قضیه نداره. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم رو منبر نماز، کیفیت آموزش نماز دیگه، رفتن رو منبر بالا نماز تکبیر گفتن، نماز رو بست، سوره رو خوند، رکوع کرد، برای سجده اومد قهقرا به عقب، بعد بغل منبر سجده کرد، دوباره بالا رفت. خب این حرکات میخوام ببینید این حرکات منافاتی با قضیه خود خشوع نداره اگر ربطی به نماز داشته باشه. این خیلی خلاصه از نکاتی که من به این موضوع ربط داشت. باقی مانده وقت رو به سری نکات لغویش اشاره بکنم. عزیزان این خشوع که اشاره شد، ما کلماتی تو قرآن داریم تو موضوع خشوع. یک قسمت این چند تا کلمه لغوی قرآنیش فقط اشاره سریع میکنم. یه نمونه از انسان‌های خاشع که حداقل شد پندی برای ما باشه به اونا اشاره میکنیم و سخن رو تمام میکنیم. بله خشوع در قرآن، یعنی در کتاب، در قرآن مجموعاً علما به 5 معنی اومده. به 5 معنی اومده. یکی به معنی ذل است، کوچک شمردن، تحقیر، کوچک نگه انسان خودش کوچک بشماره، اون شی کوچک باشه. به معنای آرامش، سکون اعضا که آرامش داشته باشه. به معنای ترس و به معنای تواضع. و معنی پنجمی هم ذکر میکنن به معنای خشک بودن، یک شی بعد اینکه تراوت خودش داره خشک بشه. خیلی سریع بخوام بعضی از آیات که شاید تلاوت میکنین توش بمونید که این خشوع در این آیه چه معنا داره به اون اشاره میکنم. مثلا مورد اولی که خشوع به معنای ذل است، یعنی تحقیر و کوچک، میخونیم از کلمات قرآن و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. و خشعت الاصوات، این خشوع صدا،
این گوشه از صحنه قیامت است، زمانی که همه در میدان حشر حاضر شدن، اون هیاهوی انسانها که دیگه همه پا ایستادن، بعد که همه چیز به هم ریخته، اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، دیگه همه چیز در هم کوبیده شده، زلزله وحشتناک قیامت بوده، حال انسانها ایستادن که چه خواهد شد، نتیجه به کجا خواهد رسید، کسی غرق در عرق خودش است. تو این میدان است که باید همه ساکت بشن تا پاسخگوی پروردگار باشن و خشعت الاصوات للرحمن، همه صداها می رود چون باید پاسخگوی خدا باشن. خشعت الاصوات، کوچک بودن و تحقیر در درگاه پروردگار. فلا تسمع الا همسا، یک صدای زمزمه بسیار شاد بیم، حالا مال نفس هر خیلی بسیطی فقط به گوش میرسد و الا همیشه بعد از اون در هم کوبیده شدن به ساکت شدن و تحقیر و کوچکی رسیده. یا مثل این لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، این از آیات که زیاد سر نمازات تلاوت میشه. بعدم این خشوعی که اینجا از قرآن و قضیه نزول قرآن مطرح شده که کوه رو میبینی که لرأیته خاشعا، یعنی کوه هم کوچک بودن خودش در مورد آیات پروردگار و عظمت خودش اظهار میکرد، پس به معنای کوچکی و تحقیر. و وجوه یومئذ خاشعه، چهره ها در روز ذلیلن، تحقیر دارن. از کفار بس میگونه وجوه یومئذ ناعمه، برعکس توی مؤمن چهره باز روشنی داری به نسبت کفار. معنای دیگر سکون جوارح، بحث رستگاری، اولین صفت انسانهای رستگاری که فردوس اعلی رو به ارث میبرن، اشاره شد قبلا، کسانی که خاشع در نماز خودشون هستن. سکون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، این خشوع اینجا علما میگن به معنای اینکه اعضای انسان آرامش خودش داشته باشه، نماز که داشته دیگه حرکات اضافی توش نباشه. این از صفات این انسانی است که هم در درون هم بیرون، این خشوعی در این آیات ظاهر که اعضا از حرکات بیجا خودداری بشه و خود قلب هم خاشع باشه در این قضیه. البته این آیات مثل این داریم به صحنه‌های قیامت ربط داره. آیه الذین هم فی صلاتهم خاشعون اشاره به خشوع جسمی و قلبی مؤمن درگاه خداست. لیکن یک سری آیات که بازم من از آیات اواخر سوره های قرآن بازم شاید زیاد را از این سال پیش بیان که این خشوع ها به چه معناست. یک موقع این خشوعی هست به معنی خیره شدن چشم، سکونش، ولی اعضا داره حرکت میکنه. بازم از صحنه های قیامته. به عنوان نمونه خاشعت ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، در حالی که چهره های اینها پایین افتاده، خیره است به یک جایگاه پایین و همینطور انتظار میکنن و به همین صورت در میدان قیامت ایستادن، این روزی که خدا به اونها وعده داده بود. یا در جای دیگر اشاره میکنه که پروردگار فتول عنهم، تو از این کفار رو بر بگردان، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، روزی که ندادهنده همه را فرا میخواند. خشعا ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر، همینها در حال حرکتن ولی چش خیره به زمین است. و الا از قبرها فوج فوج تعبیر کرده همانند ملخهای پخش و پلا، به این سردن حرکت سریع میکنن ولی چشمها خیره به یه جاست. این خشوعشون به خاطر چیه؟ یعنی ذلت و پستی میرسونه دیگه، خاری رو میرسونه در اینجا. پس اینی که حرکت چش در اونجا ساکنه ولی اعضا حرکت میونن، برعکس قضیه نماز که گفتیم در اینجا اشاره‌ای به اون شده و خدا بهش اشاره کرده. معنای دیگری که گفتیم بازم وجود داره به معنای خوف هست. فقط یه آیه اشاره میکنم از آیاتی که یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین، اینجا هم به معنای تواضع هست. مورد آخری هم که از اشاره بهش میکنن علما، مورد پنجم من جولش و من آیاتی انک ترى الارض خاشعه، زمین رو بعد این که دیگر سرسبز و آب داد خوش شده. و ما قسمت آخر صحبت این که یه ذره اشاره به انسانهای خاشع طول تاریخ بکنیم، گرفته از رسول الله صلی الله علیه و سلم و کسان دیگر. اما فقط یک حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که از خشوعیشون میرسوند، من جملش حدیثی که در سنن ابی داود و سنن نسائی داریم و حدیث صحیح، زمانی که عبدالله بن شخیر نقل میکنه که من پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودم، دیدم که ایشون نماز میخون، یصلی
و فی صدره عزیر که عزیر الرحا من البکا. دیدمشون نماز میخونه ولی احساس میکردن قلبیشون چطور وقتی آسیاب داره میچه صداهایی توش وجود داره، چون روایت‌های دیگه اشاره مثل غلیان دیک میکنه، اینجا به اون آسیاب که میچرخه صدایی داره، میگه گویا در سینه رسول اکرم صلی الله علیه و آله صدای اونطور بود از اون خشوعی که در بدرگاه پروردگار داشت. این یه منظر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا قضیه خود صحابه مثلا که عبدالله مسعود میگفت طبق روایتی که در صحیح مسلم داریم، میگه که ما کان بین اسلامنا و بین ان عاتبنا الله بهذه الايه الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، بین مسلمان شدن ما تا زمانی که خداوند ما را تذکر و توبیخ کرد که الم یأن للذین آمنوا، زمان اون نرسیده مؤمنین که قلبهای شما خاشع باشه به درگاه خدا، میگه مدت خیلی واقعا کوتاهی بود. شاید برای ما سوال باشه واقعا این قرآن میشتم آیات قرآن از ائمه تو رادیو تو تلویزیون، چقدر قلبهای ما خاشع میشه به درگاه پروردگار. درگاه این صحابی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تو داره اظهار بیان میکنه. از صلحا و عباد و کسانی که اهل علم بدن، شاید مثال کسی که تحت تاثیر همین آیه الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله مشهوره و شنیدین، بحث فضیل بن عیاض دیگه، کسی که حالا بعضی از مورخین مثل کتاب سیر الاعلام نبلا ذهبی اشاره میکنه که ایشون جهت موعد گناهی رو با یک فردی با زنی گذاشته بود که بره مرتکب گناهی بشه. زمانی که رفت دوم جایگاه که میعادگاهش بود در همون نزدیکی این آیات به گوشش خورد، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. زمان اون نرسید تا کی؟ بگی وقتی این آیات رو شنید بر دل و جانش اثر کرد و توبه کرد، به گوشه ای رفت، در اون گوشه شنید که از پشت دیوار بازم صدا میاد که بعضی از مردم با هم حرف میزنن. گفتن جرأت نمیکنیم الان حرکت بکنیم، اگر بریم الان فضیل بن عیاض میاد راهزنی میکنه اموال ما رو میبره. که بعد به خودش گفت عجب از اون معصیت خدا به جای خودش و اینم وضعیت مردم که مردم از دست من هم در امن نیستن، خدا توبه میکنن به درگاه تو و تعهد میکنن که برم در مسجد الحرام بمونم و توبه بکنم و در آنجا قرار بگیرم و عبادت بکنم. این مشهور از فضیل بن عیاض رضی الله عنه که آیات چنین بر وجودش اثر کرد و این توبه رو کرد. گفت و جعلت توبتی الیک بجوار بیتک الحرام، خدا توبه میکنم و میرم کنار جوار بیت الله الحرام و در آنجا خواهم بود. و آخریش که شاید یک جانب مسئله تاریخی باشه و اما از جانب دیگر اون روابط زیبای بین صحابه رضی الله عنه رو میرساند. اونهایی که شاید در مسائل اختلاف سیاسی اختلافاتی با هم داشتن، هم پیش ذهنی های قبل از موارد پیش می اومد، نه موبایل بود نه تلفن بود که اخبار رو به هم بدن، اخبار بعد 2 ماه به هم دیگه میرسید که چی شده، طبیعی است که یک سری اختلاف آرا ایجاد میکرد. ولیکن وقتی از طاعت و عبادت خدا حرف میاد میگیم یک دلن و یه حرف میزنن. 2 شخصیت رضی الله عنهما، معاویه و علی رضی الله عنهما، زمانی که پیک علی رضی الله عنه نزد معاویه آمد تا گفته ها و نکاتی که علی تذکر داده بود از فتنگران آشوبگران کوفه و بصره که دور بند گرفتن، اینها قاتلین عثمانن، اینها جنایت کردن، شما چرا دیگر سر مخالفت و ضدیت برداشتین؟ من که نقشی وجود تو این وسط نقشی ایفا نکردم، بله کنار من هستن، اینها دور بند من گرفتن ولی اینها قاتلینن، ولی کسی دور من غیر اینها وجود نداره. البته تذکراتی که علی رضی الله عنه میخواست به معاویه بده. پیک علی رضی الله عنه درار ابن ضمره کنانی اومد خدمت معاویه، مسائل رو به معاویه گفت. حالا ببین معاویه چی میگه. معاویه گفت که حالی مسئله اختلافی بین ما بموند، از علی برایم بگو، از عبادت علی برایم بگو، مدت هاست علی رو ندیدم، از او برام حرف بزن. ضمره آمد سر سخن رو باز کرد برای معاویه رضی الله عنه، گفت که او کسی است که به شب پناه میبرد، در ظلمت شب میاد و عبادت میکند زمانی که تاریکی همه جا فرا گرفته. و اشهد بالله لقد رأیت فی بعض المواضع،
به خدا قسم گواهی میدهم که بعضی اوقات، یعنی نشانه که علی عبادت رو پنهان میکند، ولی بعضی اوقات مشاهده کردم در تاریکی محراب در حال عبادت بود، گویا که مار او را گزیده است که دارد آه از دل به در می آورد، گویا که مار او را گزیده و در روبروی پروردگار اشک می ریزد، گویا انسانی که تمام اندوه دنیا بر دل او نشسته است. بعد درار ادامه داد: در یک از شبها صدای او را می شنیدم که چنین می گفت: یا ربنا یا ربنا، خطاب به پروردگار میاد علی، خدایا خدایا. و بعد از اون دعا و تضرعهایش رو به دنیا کرد و گفت: ابیق تغررت ام الی تشوفت، ای دنیا فکر میکنی که مرا میتونی مغرور بکنی یا میخوایی که مرا به سوی خود بکشانی؟ هیهات هیهات غری غیری، هیهات چنین نیست بلکه به دنبال دیگری برو. بعد خطاب بازم میگوید به دنیا: فعمرک قصیر فعمرک قصیر و مجلسک حقیر و خطرک یسیر. عمرت کوتاه است ای دنیا و مجلس تو بی ارزش و قدرت هم بسیار ناچیز. آه من قلت الذات، این گفته علی است، این گفته علی است. آه من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق، آه از این که توشه من کم است. علی میگوید آه از این که توشه من کف است و سفر طولانی و راه هم وحشتناک. بعد میگوید درار میگوید سر رو بالا آوردم زمانی که این کلمات رو برای معاویه رضی الله عنه داشت نقل میکرد، دیدم که از این جملات و گفته هایی که برای او داشتم نقل میکردم دیدم که معاویه رضی الله عنه از شنیدن اون سخنان در حق علی به گریه افتاده و داره اشک میریزد. وقتی ساکت شدم با آستینش اشکها را پاک کرد و چنین گفت: کذا کان ابوالحسن، و علی رضی الله عنه همیشه چنین بوده است. این میگم با اون مسائل اختلافی وجه، لیکن این خشوع و این که از همدیگه بشنون تقوا و زهد و تقوا، این نمونه های زیبایی است که در تاریخ زیبا میخونیم. شاید این نمونه ها وسیله باشد که خشوع ما را اضافه بکند. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.